امروز حاجی ها اولین روز است که 21 سنگ میزنند. سنگ اول به جمره صغرا خوردی. وقتی که به نزد جمره آمدید، جمره صغرا نوشتگی است. سراسیمه نشوید. به یک جای آمده استید که سنگ شما داخل حوض افتد. به سری یگان حاجی آمده نزند. اذیت دادن مسلمان خاصتا حاجی که در ضمن اطاعت الله تعالی هست، این گناه عظیم هست، حرام هست. و شما بیایید اونجا خیلی حالا وسیع شدگی هست، یعنی شما بین ملال امکانیت دارید که از همون نزدیکی حوض ایستاده بسم الله الله اکبر گفته سنگ هایتان رو داخل حوض پرتایید. هر یک سنگ مثلا 7 دانه شمرده به دستتان خیلی گیرید تا اینکه شمرده نمیگردید دیگه. پیشه که شمردید گرفتید، یک دانه میگیرید با دست راست میپرتایید بسم الله الله اکبر گفته. و این عبادت نامش سنگزنی هست، تنبیه، آگاهی. مراتب دیگر تکرار میکنم، این عبادت نامش سنگزنی هست، شیطان زنی نیست. دشمنای اسلام، بعضی نوارها، بعضی حاجی های ساده با سنگ و با پای افضال و با هر چی یافتین آمده به سوی همون یک ستون میپرتایند گویا که شیطان را زده ایستادند. این خیلی نیست. نام این عبادت شیطان زنی نیست، نام این عبادت سنگ پرتایی هست. ما هر چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجرا کردن همان را اجرا میکنیم. خذوا عنی مناسککم، گفتن که عبادت حج را از من آموزید. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز گذارید چطوری که مرا دیدید که نماز گذاشتم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای شتر حج کردند. برای چی؟ تا اینکه مردم گفتن که لتأخذوا عنی مناسککم، تا اینکه از من عبادت حج را آموزید. و امروز روزی سنگ پرتایی هست. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده سنگ ها را اول 7 جمره صغرا را زدند، خردی را. سپس به یک کنج رفته، به یک جای آرام، به یک جایی که مردم از آنجا راه گذر نمیگذارند و پیشوی ستون جای خالی ایستاده بعد دعا کردند. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما و بعضی صحابگان کرام میگن که مانند مقدار سوره بقره دعا کردن لازم. دراز سوره بقره در 1 ساعت و 30 دقیقه یا 1 ساعت و 20 دقیقه قرائت کرده میشد. دعای طولانی میکردن که بسیار از حاجی ها در همین عبادت در غفلت هستند، دعا نمیکنند. وقتی که سنگ میانه را زدند 7 سنگ، بسم الله الله اکبر گفته 7 سنگ میزنید، بعد یک کنارا برآمد و باز دعا کردند، دعای نهایت طولانی. و این موضع یکی از موضع های هست که در حج دعای شخص حاجی قبول میشد، لیکن بسیاری از حاجی ها در این موضوع غافل هستند. اینا فکر و خیالشون فقط سنگزنی. بعد سنگ زدن باید دعا کنید. آخر اعجز الناس اعجزهم عن الدعا. بعضی علما میگن که تنبلترین مردم تنبلترین آنها در دعا هستند. کسی برای خود دعا برای فایده خودتون است. هر چیزی که امید دارید، آرزو دارید، همون رو میپرسید. از هر چیزی که ترس دارید از وی پناه طلب میکنید. برای فایده خودتون است. برای چی دعا نمیکنید؟ علاوه بر این دیگر برادرای خواهرها را هم، خویش و تبارها، عموم مسلمان ها را دعا کنید. وقتی به جمره عقبه می روید، سیومینش، کلانترینش، در آنجا سنگ میزنید، دعا نمی کنید. خطا نکنید. یعنی اون سنگ دعا ندارد، چون که بعدی وی سنگ دیگر سنگ نیست. هر سنگی که بعدی وی سنگزنی هست دعا دارد. هر سنگی که بعدی وی سنگزنی نیست دعا ندارد. این نقطه را از سبب آنکه امروز مهم هست به حاجی ها رسانید.
تا اینکه این نقطه رو دانند. و امروز سنگزنی بعد زوال شروع میشد. پیش از پیشین سنگ زدن منع است. امروز سنگزنی بعد زوال، یعنی بعد اذان پیشین شروع میشد. وقتی بهترینش تا اذان شام، یعنی تا عصر، بعد عصر تا شام سنگ زده میتونید. این از همه وقتی بهترینش. اما قیاسا به دین روزی گذشته، روزی عید بعد آفتاب برآمدن شروع میشد. امروز نه، دین 7 سنگ میزنید، امروز 21 سنگ. امروز دیگر روز است، دین دیگر روز بود. قیاس نکنید. این مسئله مهم هست. عید حج، اگر یگان حاجی ها در برنامه در آمده باشند، سوال حاجی ها رو پیش گیرید. استاد این موضوع سنگ پرتایی اصل تاریخی که سنگ پرتایی این همونه که حضرت اسماعیل ضبط میکردن در 3 جا، این اصل همین ریشه همین است مگر؟ بله همون است، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها تغییر دادن. مثلا وقتی که حضرت هاجر مادر اسماعیل دویدن بین صفا و مروه، ما امروز میدویم بین صفا و مروه، لیکن زنهامون میدوند. اگر این میراث از مادر هاجر باشد، برای چی زنهایمون میدوند؟ فهمیدید؟ یعنی که اصل از آنها هست، لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینو برای ما مشروع کردن. این علاقه وظیفه دیگره. حقیقتا حضرت ابراهیم شیطان به سنگ پرتافتن، لیکن وظیفه ما امروز شیطان زنی نه، نامش سنگ پرتایی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه این قربانی و طواف و سنگ پرتافتن، این عبادت ها مشروع شد به خاطر ذکر الله. یعنی هر یک سنگ به الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر گفته میپرتید. هر یک طواف بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر گفته طواف میکنید. هر یک دور اینها مشروع شد برای برپا داشتن ذکر الله تعالی. الله تعالی حاجی ها رو تکرارن به ذکر الله تعالی امر کرد. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله. وقتی که از عرفات به مزدلفه میرید، الله تعالی ذکر کنید. و در دوامش گفت که کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. خیلی که پدرهاتون رو به خاطر میبرید همین خیلی ذکر کنید، یا از وی هم بالاتر ذکر کنید. فقط به ذکر امر کرده است. و این حدیث هم ایام اکل و شرب و ذکر الله، ایام مینا، ایام خوردن و نوشیدن و ایام ذکر الله تعالی هست. بنابراین این مقصود شریعت برپا داشتن ذکر الله تعالی و عبادت الله تعالی رو به جا آوردن است. اینجا یگان جای شیطان زنی نیست، اونجا شیطان نیست، نعوذ بالله. بله. بعد همین سنگزنی به طهارت درست است یا نه به طهارت؟ بله برای سنگزنی طهارت شرط نیست، چون که رهی دراز است، این است مثلا. لیکن اگر طهارت باشد خوب است، چون که بعد سنگ زدن دعا هست. ما در ابتدای برنامه آداب دعا و 2 سنگ اول باید امروز دعا کنید، پگاه دعا کنید، پس فردا دعا کنید گفتیم. به حاجی ها رسانید. حاجی ها اگر خطا حج کنید ما ساقط کردیم. یعنی آن چیزی که همین رو ضرور بود رسانیدیم. پیش از این کتاب هم نوشته تیار کردم موندیم که اگر کتاب هم خوانید همین خیلی ساده کردم مونده که روز 11 ذوالحجه، یعنی امروز چی باید کرد. حاجی امروز چی کار میکنه روز 11 ذوالحجه؟ همون کارهایی که همین روز شما میکنید همیشه من نوشته موندگی. این چون این روز 12 ذوالحجه شای پگاه چی کار میکنید؟ روز 13 ذوالحجه است. گیرید خوانید. من در صورتی مثال کسی که پیش از پیشین زده باشد، مثال بعد پیشین زند، برای اینکه امروز سنگزنی بعد پیشین است.